اشکا سلام خوبین؟ عاقل هر وقت ببینه اشتباه رفته برمیگرده. عاقل‌تر همیشه چک میکنه ببینه که داره درست میره یا نه. یکی گفته بود حسبنا کتاب الله، طبق آیه 44 سوره نحل. همون کتاب الله میفرماید این حرف کاملا غلطه و آیات احکام باید تبیین و تفسیر بشن. بازم داخل همون کتاب الله سوره آیات هود 113، انعام 116، انسان 24، احزاب 1 و 48، کهف 28، فرقان 52، لقمان 15، عنکبوت 8، قلم 8 و 10 می‌فرماید از اکثریت مفسد، دروغگو، کافر، منافق، اسرافکار، ستمکار، گناهکار، افراطی، انکار کنندگان حق، غافل از یاد خدا، جاهل، ولخرج، پیرو هوای نفس، ناسپاس و حتی پدر و مادر که بخوام برای خدا شریک قرار بدن اطاعت نکن. و با در نظر گرفتن اینا آیه 59 سوره نساء میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و پیامبر صاحبان امر اطاعت کنید. زمان فعل حاله، از شخص باید موجود باشه. هر وقت قرآن حرف از گذشته زده یعنی خبر از آینده داده، وگرنه وجود آیات فراوان در مورد بنی اسرائیل دلیل منطقی نداره. ما هم مثل اونا 73 فرقه شدیم و طبق کتب و احادیث فقط یه گروه نجات یافته است. ضمناً باید بگم امامان شیعه متصل به هم اصل با پیامبر بودن، اما امام حنفی 69 سال بعد از پیامبر به دنیا میاد. شاگرد امام صادق بوده. امام مالکی 82 سال بعد از پیامبر به دنیا میاد. امام شافعی 1 قرن و نیم تقریبا بعد از پیامبر به دنیا میاد. امام حنبلی 153 سال بعد از پیامبر به دنیا میاد. تو سوره انعام آیه 157 میفرماید که به همه حجت تموم میکنیم. حرفایی که بهت زدم آیات قرآن بود که کمک میکنن مسیرتو درست‌تر انتخاب بکنی. انتخاب دین و مذهب خیلی مهمه و چیزی نیست که آدم استدلال یه بت پرست چون پدر و مادرش به فلان آیین بودن منم به همون عقیده باشم. عاقل هر وقت ببینه اشتباه رفته برمیگرده. عاقل‌تر همیشه چک میکنه ببینه که داره درست میره یا نه. دوباره ببین و چک بکن.